به نام خداوند حکیم، سلام و درود فراوان خدمت عزیزان دلم. امیدوارم که حال و احوالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به کانال کریپتو سیگنال. با آموزش یه استراتژی معاملاتی ترکیبی در خدمت شما عزیزان دلم هستم که ترکیبی از اندیکاتور بی‌نظیر ایچیموکو و پرایس اکشن هست و ترکیب این دو به شما یک استراتژی و ستاپ معاملاتی درجه یک میده که انشاءالله به شما کمک میکنه که برآیند معاملاتیتون رو فوق العاده مثبت بکنید. این استراتژی معاملاتی اگر بتونید درست پیاده سازیش بکنید، وین ریت فوق العاده عالی داره و شما میتونید در تمامی تایم فریم ها از 1 دقیقه و 5 دقیقه و 15 دقیقه ویژه معاملات اسکالپ بگیرید تا تایم فریم های بالاتر 1 ساعت، 4 ساعته و حتی روزانه برای معاملات سوینگ استفاده بکنید و انشالله که بهترین نتایج رو برای خودتون کسب بکنید. همچنین محدودیت مارکت نداره، شما میتونید در تمامی مارکت ها چه کریپتو چه فارکس یا بورس بین‌الملل ازش استفاده بکنید و سود خوبی رو کسب بکنید. فقط من نکته همیشگی رو ذکر بکنم، حتما قبل از استفاده از هر استراتژی معاملاتی لازمه استفادهش اینه که شما قبل از به کارگیری اون حداقل چند صد بار برید و گذشته بازار تستش بکنید، قشنگ الگوها رو بتونید تشخیص بدید، پیاده سازی اون رو تمرین بکنید. زمانی که مسلط شدید با مدیریت سرمایه حرفه‌ای میتونید وارد معاملاتتون بشید. حتما قبل از اجرا حتما باید بک تست به تعداد دفعات زیاد داشته باشید که چشمتون به راحتی بتونه اون ستاد معاملاتی که بنده خدمتتون معرفی میکنم رو تشخیص بده. دیگه بیشتر از این زیاده گویی نکنیم، بریم سراغ معرفی ستاد معاملاتیمون. ابتدا بریم سراغ اندیکاتور ایچیموکومون. اندیکاتورها میرید در قسمتش و اندیکاتور ایچیموکو رو سرچ میفرمایید. ایچیموکو یه معرف همه عزیزان هست. خب میرید در قسمت تنظیماتش، در قسمت استایل تیک کانورژن لاین، بیس لاین، لاینگ اسپن ای رو برمی‌دارید، تیک ابرها رو هم برمی‌دارید و فقط میذارید این تیک باقی بمونه. پس چی شد؟ ایچیموکو رو باز کردیم، در قسمت تنظیمات در قسمت استایل تیکا رو برداشتیم، فقط تیک اسپن بی رو گذاشتیم باقی بمونه و یه ذره هم پررنگش میکنیم که واضح‌تر روی چارت برای ما مشخص باشه. خیلی خوب، این از آماده سازی ایچیموکو. بیایم سراغ قسمت آموزش. ارزم به حضورتون اون قسمت پرایس اکشنیمون. ببینید از آن دلم، زمانی که شما یک روندی رو دارید فرزند سعودی و مارکت داره برای شما سقف و کف های بالاتر رو میسازه، از یه جایی مارکت شروع میکنه به اصلاح قیمتی. حالا در صورتی که اصلاح قیمتی شما به صورت کمپرس و فشرده به سمت پایین باشه و شما بتونید برای سقف و کف‌ها به صورت همزمان یک دونه خط و روند بکشید، اینجا ستاد معاملاتی شما شکل میگیره. حالا میپرسید چطور؟ الان بهتون نشون میدم. خب نگاه کنید عزیزان دلم، اینجا روند صعودی بوده دیگه، سقف و کف‌های بالاتر داشته زده میشده، یه روند صعودی کاملا واضح است. حالا اینجا مارکت شروع کرده به اصلاح قیمتی. اصلاح قیمتی ما به شکلی بوده، به گونه‌ای بوده که ما میتونستیم برای سقف‌ها و کف‌ها به صورت همزمان یک خط روند رسم کنیم. اوکی، این خط روند شما، این خط روند شما. حالا زمانی که قیمت از اصلاح خارج میشه و میاد سقف این خط روند شما رو میشکنه، شما بعد از عبور از حالا توضیحاتی راجع به ایچیموکو خدمتتون خواهم داد، میتونید وارد معامله بشید و انشاءالله سود خوبی رو بگیرید. خب بریم رو حالت نزولی. راجع به حالت نزولی هم یه صحبت بکنیم. نگران نباشید اگر مطلب فعلا براتون جا نیافتاده، قاعدتا بریم رو مثال ها، مطلب براتون شهودی سازی میشه و میتونید بهتر در ذهنتون نگهش دارید مطلب. ببینید عزیزان دلم، فرض بفرمایید روند شما نزولیه، یه جا مارکت شروع میکنه به اصلاح قیمتی و اصلاح قیمتی شما به گونه ای هست که شما میتونید برای سقف و کف ها یه خط روند رسم کنید. حالا اینجا زیاد من خوشگلم نکشیدم، ایرادی هم نداره. خب این از این. اوکی، شما تونستید یه خط روند براش رسم کنید و حالت فشردگی قیمت به خودش گرفته. زمانی که قیمت بیاد این کف رو برای شما بشکنه و یه اتفاقاتی توی ایچیموکو که حالا جلوتر راجعش توضیح میدم بیفته، شما میتونید وارد معامله سل بشید و یه معامله خوب رو برای خودتون داشته باشید. پس این آموزشی که خدمت شما داره ارائه میشه یک ارائه‌ای هست که در اون ستاپ میان روندی هست. در جهت روند شما ترید میکنید، یعنی مارکت زمانی که وارد اصلاح قیمتی میشه و یک ویژگی‌های خاصی داره، شما اون ویژگی رو پیدا میکنید و متناسب با اون روند زمانی که ستاپتون شکل گرفت وارد معامله میشید. و چون
در جهت روند هست، این ستاپ معاملاتی وین ریت خوبی داره. از طرفی ما علاوه بر این پرایس اکشن ما از ایچیموکو هم داریم کمک میگیریم و ترکیب این دو ان شاءالله وین ریت فوق العاده عالی رو به ما در معاملاتمون میده، به شرط اینکه با حتما در قبل از استفاده به تعداد دفعات زیاد تمرین کرده باشیم اون که چشممون بتونه به راحتی الگو رو روی چارت تشخیص بده. خب بیایم سراغ بازار ببینیم که داستان از چه قرار هست. خب من یه لحظه اندیکاتور ایچیموکو رو خاموش میکنم که واضح برای شما رو شارت کار بکنه. ببین از دارم اینجا ما یه روند صعودی داشتیم همونطور که واضحه. اینجا مارکت شروع کرده به اصلاح کردن. اوکی، حالا ما اگر بتونیم به طور همزمان برای سقف و کف یه خط روند رسم کنیم، این خط روند سقف ما، این خط روند کف ما، البته زیاد متقارن نمیشه، یعنی شما توقع این که هر دوتاش موازی هم دقیقا باشه نداشته باشید. گاهی موقات موازی هست، گاهی اوقات موازی نیست. خب اینجا زمانی که خدمتتون گفتم این سقف شکسته میشه و همزمان که شکسته میشه قیمت بالای این خط قرمز رنگ ما باشه، بالای اسپن بی ما باشه، اون موقع ما میتونیم وارد معامله بشیم. یا خب اینجا قیمت شکسته شده، یک کندل پرقدرت بالای خط روند ما زده شده، اینجا میتونیم ورود داشته باشیم و حالا استاپ لاسمون رو میتونیم کجا بذاریم؟ اینجا ورود داریم، استاپ لاسمون رو دقیقاً میذاریم زیر این خط قرمزمون و میبینید که چه معامله خوبی بوده. ترکیب بی‌نظیری از پرایس اکشن و ارزم به حضورتون ایچیموکو. مثال اول خیلی ساده است، خیلی ساده است. مثال اول ما پاکش کنم از روی چارت، بیایم دنبال مثال هایی که ابتداعا برای شما ساده بشه و راحت بتونید پیداش بکنید با چشم غیر مسلح روی چارت. خیلی خوب. مثال های یه خورده سخت هست و من نمیخوام از مثال های سخت شروع بکنم. نگاه کنید عزیزان، امیدوارم که حالا شما بتونید تشخیص بدید در ابتدای کار. اینجا رو نگاه کنید، شما روندتون اینجا یه تیکه صعودی بوده است و اینجا شروع کرده قیمت به اصلاح کردن. اوکی، یعنی حتی اینجا هم شما این مثال رو دارید، روند صعودی بوده، قیمت شروع کرده به اصلاح کردن. شما قشنگ اینجا میتونید یه خط روند رسم کنید. مثال خیلی من میخوام دنبال مثال های ساده برای ابتدای کار میگردم که شما چشمتون به راحتی بتونه تشخیص بده. اندیکاتور رو شما کافیه روشن بکنید. خب اینجا که قیمت به سمت بالا شکسته شده، الگوی ما رو به سمت بالا شکسته، فشردگی رو به سمت بالا شکسته، یک کندل سبز رو بالای الگوی ما زده، شما میتونید ورود داشته باشید. از طرفی قیمت بالای خط قرمز ما هست، بالای اسپن بی ما هست، استاپ لاس‌تون رو میتونید با یه فاصله بذارید پشت خط قرمزتون و میبینید که یه ریسک ریوارد عالی رو به ما داده. خیلی به ما ستاپ میده، خیلی به ما ستاپ میده. فقط یه خورده باید تمرین بکنید دیگه، یه خورده تمرین واجب هست در این ستاپ معاملاتی. بریم سراغ حالتهای نزولی، ببینیم حالتهای نزولی به ما ستاپی داده است یا خیر. خب قطعا داده. ببینید عزیزان، اینجا روند ما نزولی بوده است. اوکی، قیمت شروع کرده به اصلاح. یه تیکه رو میبینید، یه تیکه، و همونطور که میبینید اینجا قشنگ قیمت داره روی خط روند حرکت میکنه. چرا شما الان بعضی دوستان میپرسن سوالی که چرا شما حالتی رو مثال میزنید که اصلاح قیمتی حتما بشه خط روند براش ترسیم کرد؟ گاهی اوقات اصلاح قیمتی به شکلیه که نمیشه روش خط روند رسم کرد، درسته، اما ما در این ستاپ معاملاتیمون سراغ این حالت رفتیم. در این ستاپ معاملاتی ما سراغ این حالت رفتیم. ممکنه ستاپ های معاملاتی بعدیمون راجع به ارزم به حضورتون چیزهای دیگه و مطالب دیگه هم خدمتتون توضیح بدیم. خب اینجا خط روند به راحتی قابل رسمه و همونطور که مشاهده میکنید الگو اینجا شکسته شده، اما قیمت هنوز زیر خط قرمز ما نیومده. نگاه کنید اینجا اومده خط روند ما شکسته شده، درسته، همه دارید میبینید، اما هنوز بالای خط قرمز ما. در هنگام سل گرفتن قیمت باید زیر
زیر خط قرمز ما باشه. اینجا اومده زیر خط قرمز ما، اینجا میتونیم ورود داشته باشیم. اجازه بدید، اینجا میتونید ورود داشته باشید. استاپتون رو با فاصله میذارید پشت خط قرمزتون و اونطور که مشاهده میکنید بازار بعدش چقدر ریزش داشته به سمت پایین و یه ریسک ریوارد 1/6 خورده ای رو میشد باهاش گرفت. البته خدمت شما عرض میکنم که دقیقا نمیشه تمام اون یه تیکه رو گرفت. یعنی مثلا میگه آقا یه جا رو ما گرفتیم تا تهش که ریسک ریوارد 1/30 داده رو ما میتونیم بگیریم. اصلا همچین چیزایی محال ممکنه مگر اینکه شما تسلط داشته باشید که قیمت از کجا میخواد حرکت بکنه تا کجا گام حرکتیش هست. اگر نه اینکه شما فکر کنید بتونید دقیق با تمام مارجین 1/30 رو بگیرید، حرفیه که این کلاهبردارای پدر سوخته میزنن داخل پکیجاشون و همچین داستان‌های عزیزان دلم اوهامی بیش نیست. بنابراین شما مثلا یه مقدار مثلا 1/1 رو که زد، حالا تو ویدیو مدیر از سرمایه من راجبش مفصلا توضیح دادم، 1/1 رو که میزنه شما یه خورده سیو سود میکنید، 1/1.5 میزنه یه خورده سیو سود میکنید، 1/2 رو که میزنه یه خورده سیو سود میکنید و به این طریق کم کم از معاملاتتون خارج میشید و سود و اصل پولتون رو خارج میکنید. اینکه تا ته مسیر رو دقیق بشه گرفت، اینها به نظر من اوهامی بیش نیست و کسی که ترید کرده باشه میفهمه من چی میگم. مثلا شما اینجا سل گرفتی، خب اینجاها میاد تا 1/1 رو به شما داده، این یه تیکه که داره برمیگرده به سمت بالا، قلب شما میاد تو دهنتون، قلب شما میاد تو دهنتون و موندید چیکار کنید؟ نصف سودتون مثلا اینجاها که بوده نبستی معامله رو با امیدی که آقا 1/10 رو بگیرم و الان برگشته همون 1/1 هم که داشتی نصفش رفته و الان اینجا میمونی که چیکار بکنی؟ نگه داری معاملت رو یا ببندی همون مقدار کوچیک سودتو. بنابراین اگر توصیه‌های منو گوش بدید در همچین مواقعی دچار همچین مشکلاتی نمیشید. بنده که ترید کردم تو عمرم همچین حرفی خدمتتون میزنم. ممکنه یه سری آدم‌هایی که پکیج فروشن، حرفای بیخود میزنن، حرفای بدون پشتوانه میزنن، صرفا برای ویو گرفتن حرف میزنن، یه سری مطالب خوشگل خوشمزه خدمت شما بگن اینا تو عمرشون ترید نکردن. یعنی طرف حرف میزنه، من ویدیو اینستاگرام رو که میبینم حداقل عمر کانال یوتیوب من 5 ساله. خب یعنی عمر کانال یوتیوب من رو مشاهده بکنید 5 سال فقط دارم آموزش میدم. 5 سال فقط دارم آموزش میدم. حالا شما فکر کنید من چند ساله که در حوزه ترید هستم. طرف حرف میزنه من میفهمم داره دروغ میگه. مطمئنم که طرف تو عمرش ترید نکرده. خب و یه سری اراجیف رو میگه و چون با حالت ویدیو خوشگل میگیرن، نمیدونم نورپردازی خوبی دارن، تصویربرداری خوبی دارن و با یه سری کلاهبرداری ها و فن بیان ها میان از این تبلیغات برای خودشون میسازن. یه دونه از این تبلیغات وقتی صحبت داره طولانی میشه اینا باید زده بشه این حرفا. چند روز پیش ویدئویی رو دیدم روی صفحه اینستاگرام، احتمالاً شما هم اگر توی اکسپلور اینستاگرامتون راجع به ترید باشه دیدید. بچه 7 ساله رو نشونده، میگه که عمو جان شما چقدر تو سودی. اصلا طرف نمیدونه دلار چیه، میگه 7 تا از اینا من سود به دست آوردم، نمیدونه دلار چیه، تتر چیه. و این آقا با این ستاپ‌های معاملاتی آموزشاش داره به طرف آموزش داده و الان هم از شما دعوت میکنه که برید پکیج و دلارش رو بخرید. آخه کلاهبرداری تا کجا، کلاهبرداری تا چه حد، کلاهبرداری تا چه میزان؟ و دیگه نمیدونم چه حرفی بزنه. بعضی اصلا اعتقادی به خدا و اون دنیا و اینجور چیزا ندارن کلا. خلاصه حواستون باشه که پول به پکیج و اینجور داستانا ندید عزیزان. ببخشید صحبت طولانی شد. روند ما نزولی بوده اینجا. دوباره نگاه کنید، اصلاح قیمتی به سمت بالا دارید مشاهده میکنید. خط روند برای کف، خط روند برای سقف کاملا واضحه. اوکی. خب حالا اینجا این کف شکسته شده، آیا زیر خط قرمز هم اومده؟ شما میگه آقا اصلا کلا زیر خط قرمز بوده، اصلا کلا زیر خط قرمز بوده. خب میگم چه بهتر، شما میتونی ورود رو داشته باشی. اینجا سلو میزنی، استاپ کجا؟ استاپ پشت خط قرمز با فاصله و میبینید که چقدر زیبا اومده تارگت شما رو زده. یه ریسک ریوارد 1/3 خورده ای رو به شما داده که الان من مفصلا راجع به این که عرضم به حضورتون باید کجاها رو رعایت کنید کجاها رو رعایت نکنید توضیح دادم. یه دوباره تکرار مکررات نشه. بریم یه خورده عقب، بریم یه خورده عقب که مثال های دیگه هم پیدا بکنیم. خیلی مثال هست، من ابتدا الان دارم میبینم مثال ها رو، اما صرفا دنبال مثال های ساده هستم که چشم شما عادت بکنه ابتداً، چون مثال ها آموزشی هست. من نمیخوام فشار زیادی رو شما بیارم، البته خودتون کار به دستتون بیاد
کاملا مسلط میشید که این ستاپ رو پیاده سازی بکنید. خب باز یه مثال ساده براتون پیدا کردم چون در ابتدای کار هستید. نگاه کنید عزیزان دلم، روند ما اینجا تیکه نزولیه. اصلاح قیمتی رو دارید به سمت بالا میبینید. اصلاح به صورتیه که شما میتونید نگاه کنید این خط روند درسته، اینم خط روند برای سقف. خب شکسته شده است به سمت پایین یا نه؟ بله اینجا شکسته شده. آیا زیر خط قرمز هست؟ میگه آقا کلا زیر خط قرمز بوده. پس میگم خیلی عالی‌تر، خیلی بهتر. اینجا وارد میشی، استاپتو با یه فاصله میذاری پشت خط قرمزی که اونجا داشتی و یه معامله درجه یک برای خودت ثبت میکنی. یه نکته هم بهتون بگم، اینکه خودتون رو مجبور نکنید. گاهی اوقات من بعضی دوستان رو میبینم فشار میارن به خودشون که بگن آره این حرکت آقا اون ستاپ معاملاتی ماه. آقا اصلا تشکیل نشده، بعضی وقتا اون ستاپ نیست دیگه، حالا باید صبر کنیم اون ستاپ تشکیل بشه. فشار میاره که نه این حتما اونه، در حالی که خودش میدونه ته دلش آقا این ستاپ اون ستاپ نیست. ولی چون معامله به دست نیاورده، 4 ساعت 5 ساعت پای چارت نشسته، معامله رو نتونسته به دست بیاره، حتما میگه آقا این همونه، خودش رو راضی میکنه، یقه خودش رو میگیره که آقا این همونه و ورود به معامله داره و دچار ضرر میشه. و بعد میگه آقا من استاپ خوردم. وقتی اون ستاپ تشکیل نشده عجله نکنید، فرصت به شما زیاد میده بازار. اصلا به هیچ عنوان عجله نداشته باشید. خب اینجا یه تیکه بازار روند صعودیه، کاملا دارید مشاهده میکنید و قیمت اینجا وارد اصلاح قیمتی شده. اوکی، کامل واضحه که اینجا وارد اصلاح قیمتی شده. شما میتونید برای سقف ها و کف های خط روند رسم کنید. چرا میگید آقا همزمان برای سقف و کف باید خط روند رسم بشه؟ چون زمانی که شما بتونید برای یک ستاپ معاملاتی همزمان خط روند برای سقف و کف رسم میکنید در اصلاح های قیمتی، معمولا اونجا الگوها شکل میگیره، یا کانال شکل میگیره، یا الگوی وج شکل میگیره، یا الگوی مثلث شکل میگیره و ترکیب اون با ایچمکو شما کمک میکنه که وین ریت رو ببرید بالا و معامله عالی داشته باشید. اوکی، اینجا قیمت اومده اینجا شکسته به سمت بالا، شما روی این کندل سبز وارد معامله میشید، استاپ رو میذاری پشت خط قرمز با فاصله ای و ببینید که قیمت تا کجا پرواز کرد. ریسک ریوارد 3.75 رو به شما داده. فقط نکته رو خدمت عزیزانم بگم، ترید کردن کار هر کسی نیست عزیزان دارم. واقعیتش من دارم به شما میگم، ترید کردن کار هر کسی نیست. اینی که شما مثلا خیلی صبور باشی که بتونه اون ستاپ معاملاتی شما ایجاد بشه، بتونی مدیریت سرمایه رو رعایت بکنی، بتونی ارزم به حضورتون اینکه بعضی وقتا معاملات استاپ میخوره، ممکنه شما 2 تا استاپ پشت هم داشته باشی، معامله سوم چهارمت بره تو سود و اینها رو واقعا کار سختی، کار هر کسی نیست. به همین دلیل من خیلی از افراد توصیه میکنم مثلا شما سمت ترید نیاید و اصلا برید یه ابتدااً تستای روانشناسی رو بزنید ببینید به درد ترید میخورید یا نه. خیلی فشار روحی روانی رو آدم میاره. خیال میکنید اینا که چند تا کندل ساده هستن، با هر کدوم از این کندل‌ها که بالا پایین میشن ممکنه چند صد دلار چند هزار دلار پول شما که با زحمت به دست اومده و با این دلار عجیب و غریبی که قیمتشو داریم در کف خیابون‌های تهران میبینیم، کار سختیه، کار سختیه و خیلی از افراد که میان پیش من توصیه میکنم آقا شما سرمایه گذاری کن مثلا رو همین بیت کوین، به صورت اثبات مثلا در اصلاح‌های عمیق شروع کن به خریدن در روندهایی که در اصل اقتصاد کلان سعودی هست، یا مثلا رو طلا دلار اینجور چیزا سرمایه گذاری کن و کار تو نیست ترید. گاهی خیلی از افراد من توصیه این مورد رو میکنم، چون فشار روحی روانی که میاره روی آدم ترید واقعا زیاد هست و هر کسی خدمتون گفتم از پس تمام این موارد بر نمیاد و به همین دلیلی که 96% افرادی که در فیوچرز کار میکنن ضررده هستن. همه این 96 قبول دارم شاید 90% این افراد آموزش غلط دیدن، مدیریت سرمایه ویژه بلد نیستن، اینکه کجا معاملاتشون رو ریسک فری بکنن، با چه مقدار پول وارد بشن، اهرامشون چقدر باشه، اینها رو بلد نیستن و دچار ضرر میشن. اما خیلی از افراد ممکنه اون 5-6% دیگه‌شون که در ضرر هستن معاملاتشون برایندشون
اون 5-6% همه این موارد رو بلدن اما نمیتونن پیاده سازی بکنن. خدمتتون گفتم کار بسیار دشواریه که نیازمند خیلی تمرین روی خود آدمه که بتونه اونو پیاده سازی بکنه و کسی که بتونه در ترید موفق بشه در هر کاری قطعا موفق میشه، چون فشاری که اینجا رو آدم میاره، رو ذهن آدم میاره، من خدمتتون میگم روی هیچ کار دیگه رو ذهن آدم نمیاد. امیدوارم از صحبت‌های بنده استفاده حداکثری رو بکنید و مطالبی که خدمتتون گفتم براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوهای آموزشی بعد، خدا نگهدار.